برای انجام پارالل پارک یا پارک دوبل در پشت ماشینی که کنار جدول پارک شده، ابتدا به فاصله 1 متر آینه به آینه این ماشین توقف میکنید. این فاصله ای که بین این دو ماشین هست باید بین 70 سانتی متر تا 120 سانتی متر باشه، یعنی کمتر از 70 یا بیشتر از 120 سانتی متر فعلا. ولی خب به هر صورت بهترین موقعیتش این هستش که 1 متر باشه. 1 متر آینه به آینه در ابتدا مستقیم کنارش می‌ایستید. 360 اول رو انجام میدید. راهنمای سمت راست زده میشه. کمی به عقب بیاین تا تو مرحله دوم چرخ جلوی ماشین شما با چرخ عقب این ماشین چرخ به چرخ بشه، طوری که شما بتونید سپر عقب این ماشین رو ببینید. راهنما هر جا خاموش شد روشن کنید. 360 دوم رو انجام بدید. بعد از اینکه فرمون رو کاملا به سمت راست پیچوندین، یک زاویه 45 درجه با خیابون بسازید. یعنی ماشینتون اگر حس کنید اینجا 45 درجه است. فرمون رو صاف کنید. 360 سوم رو انجام بدید. مستقیم به عقب بیاین تا جایی که ماشین شما تا جدول فاصله بین 30 تا 60 سانتی متر پیدا بکنه. راهنما روشن باشه. بعد فرمون رو به سمت چپ بپیچونید. همینجوری فرمون رو نگه دارید تا ماشین شما مستقیم بیسته. این 360 چهارم رو اینجا میخواد، یعنی در واقع 4 تا 360 انجام میشه. بهتره که این فاصله حدود 3 متر باشه یا به اندازه یک ماشین. حتما تو پارک بذارید. اگر آپهیل فرمون رو بچرخونید تماما، یعنی اگر آپهیل با کرب به سمت چپ، آپهیل بدون کرب به سمت راست، دانهیل چه کرب باشه چه کرب نباشه به سمت راست. تو دنده پارک و دستی رو هم بکشید. این میشه پارالل پارک.